مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه روز 23 اپریل سال 2024 از کول جوانان در مرکز پایتخت جسد یک جوان غرق شده را از آب بیرون آوردند. بنا به گزارش نشر شده روز 23 اپریل ساعت 14:46 دقیقه از ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه به قسم نوبتداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زده درباره غرق شدن یک مرد در کول جوانان خبر دادند. نجات بخشان به جای حادثه آمده جسد را از آب بیرون آورده به دست مقامات حفظ حقوق سپاریدند. معلوم شده است که این مرد غرق شده ساکن 21 ساله دهه پروار جماعت به نام محمودوف در منطقه دشت جم نویه شمس‌الدین شاهین بوده است. تفسیرات دیگر حادثه و سبب به سوال کول جوانان آمدن و چگونه غرق شدن این جوان معلوم نیست. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت سبب‌های حادثه را مقامات حفظ حقوق تحقیق می‌کنند. در پی مرگ فاجعه‌ای این جوان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به ساکنان خاطر رسان کرده است که موسم آببازی رسما از 1 ایون سر می‌شود. کمیته از همه خواسته است که قاعده‌های بی‌خطری را در آب و ساحل دریاها قطعاً رعایت کنند و خود را به خطر ناندازند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داده بود که طی 2 روز استراحت 20 و 21 اپریل سال 2024 در جوی و دریاهای جمهوری 6 حادثه ناخوش مرگبار رخ دادند. در نتیجه 5 نابالغ سنشان از 2 تا 17 ساله و یک زن 6 ساله غرق شدند. غرق شدن یک باره 6 نفر در دوام همگی 2 روز در حالی بود که موسم امساله آببازی در تاجیکستان هنوز رسما آغاز نیافته است. بنا به آمار رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده طی سال 2023 در آبهای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورسان تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند.